چشای داداش مهم اومده با یه ویدیو دیگه. امروز ویدیو داریم. چه ویدیویی؟ بچه ها داستان از این قراره یه افراد پست فطرتی هستن که بریم یه ویدیو ببینیم خودتون میفهمید الان چی میگم. داستانش اینه که مرده داره از پشت تلفن با خانومش صحبت میکنه که میگنی کجایی فلان، تماس تصویری منو بگیر. زنم داره تفره میره. ببینیم با هم. خب غریبه است مگه تصویری بگیر منو الان. پیش مریم پس. میگه پیش مریمی پس. مرده دید این داره میاد سمت ماشینش. پشمام. دیدی پیاده شد فلنگو بست. و عجب لاشیایی پیدا میشن. بریم بعدی رو ببینیم. یه چیزایی تو راه داریم. بچه ها داستان این ویدیو که الان پلی میذارم شعر ادامش رو براتون. پلیس ماشینه رو توقیف کرده و یه خانم آقایی رو ازش پیاده کرده و داره با راننده که اون آقای بوده، حالا نمیدونه دقیقا راننده کدوم بوده، ولی داره با اون مردی که با اون خانم بوده داره صحبت میکنه. پلیس دقت کنید به زیرنویس ببینید چی داره میگه. میگه 2-3 هفته است میشناسم. نگاه میگه ریلی باورش نمیشه. حاجی مرده رو دستگیر چرا میکنی؟ باورت نمیشه دیگه. طرف تو خراب بوده. اونها میگه سوار ماشینت شو برو. میگه نه عصبانی نیستم. میگه بذار وسایلشو بدم ببره. دقیقاً وای چه حرفی زد. میگه اون زنی که توی برنامه دوستیابی ثبت نام کرده شما نیستی، تقصیر شما نیست. وای پلیسه نگاه کنید بچه ها، جیگرش آتیش گرفته معلومه. خیلی ناجوره. ناموسن نکنید تو رو خدا. از رابطه خارج شید، برید یک طرفی گم شید، گورتون رو گم کنید. اون تا آخر عمرش به این فکر خواهد کرد که من چی کم داشتم. خیلی بده. حداقل جدا شید، بذارید 4 تا خاطره خوبی که از خودتون تو ذهن طرف گذاشتید و مونده از شما به خوبی یاد کنه. بگه خب با هم نساختیم تموم شد. در این ناراحتیش در این حد باشه. بریم ویدیو بعدی رو ببینم کدوم ویدیوه. دیدی حاجی لختن دارن لباس میپوشن. دیدی بچه من تو گوشیم دارم میبینم. بست دستش چوبه؟ ناچون کثافت برای چی داری میزنی دیگه؟ فیلمشو گرفتی دیگه تمومه دیگه. همه چی مرده رو آلما کنه اومده جلوی اینو میگیره که نزنه. تور سگ پیر سگ گمشو خر. حالا اومده داره دفاع میکنه. تور سگ شوهر داره. دهنشو نه نزن. معذرت میخوام من با خشونت مخالفم. ببخش من خودم درست کنترلم از دست دادم. زدم به میکروفون. خونه حلال محرم زدی. بچه‌ها خونه حلال محرم. نگاه همش یه جمله رو داره تکرار میکنه. مغز وایستاده بچه‌ها. مغز وایستاده همش داره یه جمله رو تکرار میکنه. یعنی اصلا انگار یه همچین سلول محفظه حافظه سی پی یو دستور هر چیه نمیدونم، انگار یه همچین قطعه‌ای که توی مغز باشه و همچین موضوع رو بخواد درک بکنه وجود نداره و وجود خارجی هم نداره و قابل ادراک هم نیست دیگه آقا نیست. من فکر میکنم که خیانت خیلی بدتر از دست دادن عزیز باشه. حالا تجربه نداشتم ولی امیدوارم هیچ کس هم تو زندگیش تجربه نداشته. اگه تموم کردید ناراحتید زندگی خوبی ندارید، به خوبی و خوشی حتی اگه به دعوا هم رسیده عیبی نداره.
تو همون سطح بشینید عاقلانه صحبت کنید، بگید آقا موسی به دین خود، عیسی به دین خود. تموم شد رفت. من چقدر اینو هی تکرار میکنم، زیاد زر میزنم. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. کلید خونه رو داره باز میکنه، بره تو. کیان؟ ها اون دختر داخلیه به این دوتا میگه، به پسر میگه این دوتا کیان؟ میگه تو به من گفتی با این ازدواج کن. تو دنبال مقصر نگردید. این یک انتخابه که طرفتون کرده و این عمل رو انجام داده، خیانت کرده. و مطمئن باشید آدم ها دنبال لیاقتشون میرن. مطمئن باشید اگه کسی با هر بهونه‌ای میخواد بره، شما چیزی رو از دست ندادین. مطمئن باشید. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. امیر حسین، تو اینجا چی کار میکنی؟ شما کی هستی؟ شما نسبتتون با ایشون چیه؟ چیه خب؟ پسرم میگه زنمه، اون زرد پوشیده زنشه. الان میای بگی خانوممه؟ با من نمک آبروت بودی؟ با شما دارم صحبت میکنم. دست نزن به من خانوم متاسفم. من میتونستم تو سندشی فیلم کردی میموندم اونجا باهات. چی راجع به من فکر کردی؟ داره گریه میکنه حاجی. چی؟ برو. واقعا سورپرایز شد. تو 4 روز با من نمک آبروت نبودی؟ 4 روز؟ من اصلا نمک آبروت نبودم. همه چی رو انکار میکنی جلویشون. چرا زنمه؟ نمک آبروت کار میکردم. شما کی هستی؟ عزیزم تولدتون مبارکه. دهنتون سرویس. بابا جفتشونم ریدن. من جای پسره منم ریدم. تولدش بود؟ تاجی چه تولد تبریک گفتنی، آدم سکته میکنه ناموسن. خدای ناموسن شوخیش هم جالب نیست به خدا. یه چیزی بگم بچه‌ها، لحاظ روانشناسی اثبات شده که اگه اینجور در مورد همچین موضوعاتی که برای یک انسان وحشتناکه شوخی بکنید در موردش، اون ترسه همیشه تو وجود اون میمونه. به خدا که میمونه. من دیدم همچین افرادی رو که دیگه ذهنشون همیشه پیش مونده این شوخی بود، نکنه دفعه بعدی مثلا با من این شوخی میکنه که یعنی من فکر کنم که اون واقعا به من خیانت نمیکنه، اما نکنه دفعات بعدی یه همچین موضوع واقعیش اتفاق بیفته. نکنه شوخیش هم اصلا جالب نیست، به نظر من نیست. بریم ویدیو بعدی رو هم ببینیم. دختره؟ دنبالشونن با موتور فکر کنم دختر. بچه ها شرمنده فوشا رو خانوم شما هستیگی نمیشنوه. بچه ها شرمندم، این نکاتش باید از بین میرفت. من عذر میخوام ازتون. شما آخر این حرفایی که زد و سانسور کردیم و اینطوری در نظر بگیرید. جد آباد یارو رو روش یه کاربون گذاشت، زیرزانو توضیح داد. آره بریم ویدیو بعدی. او بچه ها یه چیزی در مورد این ویدیو بگم تا شروع نشده داره همجوری پلی میشه. دقت کنید، این مرده توی خونه یه ویدیو کار میذاره که ببینه رفتار زنش چیه، چی کار میکنه تو خونه وقتی که فکر میکنه شوهرش خونه نیست. یه مقدار شاید طولانی بشه ولی چیزی نمیگم، خودتون ببینید. Find out who it is. So I know she's cheating on me. Now let's just try to catch the bastard who's doing it. That ought to hide it. 6 cards. I'll get home and start a lesson. Catch this bastard. بچه‌ها من سرعت ویدیو رو میذارم رو 2 برابر چون طولانیه. دوربین کار گذاشته رفت. زنش اومد. رفتیم تو اتاق، بیرون هم نمیاد.
در رو زدن. ببینیم چه اتفاقی میفته. حاجی پرام زیر حوله لباس تنش بود. اوه فیلم این بود که میره حموم، تو حموم داشته حاضر میشده. تمامی رشته کوها رو انداخته بیرون. یه مرد دیگه اومد، سگ خونه شونه فکر کنم. دوربین یه جای کار گذاشته بچه‌ها، نمیبینن اینا. میبینید بالاش سیاهه. حاجی پشمام موقع داستان اومد بالا سرشون. نگاه کن داره لباس میپوشه زده. با روحتون واقعا آدم مثلا فیلماش هم میبینه باور نمیکنه. مرده هنو نتونسته لباساشو بپوشه. What do you mean? Tell you. You know what? You know what? Hide in the closet. Why don't you come on out of the closet? It's really hard when you get out of here. Get out of here? No, you're gonna stay right here. No. Why? Better than get the fucking job done, Dave. خب بزن کل نه باز من خشن شده. من معذرت میخوام. نه به خشونت علیه همه زن و مرد نه اون چی فیلم داری از چی فیلم میگیری؟ دنبالش داری میری کجا؟ حاجی خیلی ناجوره، خیلی ناجوره. نمیشه اصلا هیچ کلمه‌ای و هیچ توجیهی نداره. تمام شد. آدم باشین همگی دور هم. که میدونم که لذت نبردید چون منم لذت نبردم و در عوضش برای آگاهی بیشتر جامعهمون، پیشرفت بهتر جوانامون چند تا ویدیوهای خیلی خفن تو راه دارم. پشماتون میریزه اگه ببینید چیه. عمرن جای دیگه ای ندیدید. برگریزونن عالی. فقط منتظر باشید تو همین هفته یکی دو تا ویدیو دیگه که قراره آپلود بکنیم واقعا دورتون بگردم که تا اینجای ویدیو منو تحمل کردید. عاشقتونم. مهم چشام.